با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان. خب جلسه یادگیری ماشین رو شروع میکنیم و در جلسه اول ما قراره به تعریف اولیه‌ای از تنسورها بپردازیم. تنسورها به یک آرایه‌ای از آرایه ها میگن تنسور. تنسورها از تک‌بعدی هستند تا ان‌بعدی. برای مثال موقعی که شما توی یک فعالیت بینایی ماشین بر فرض ان تا فیلتر رو میاین و روی تصویر اعمال میکنید، این ان تا فیلتر باید در یک آرایه ان‌بعدی ذخیره بشه که ما این رو بهش میگیم تنسور. همونجور که حالا قاعدتاً باید قبل از این که این برنامه یادگیری ماشین رو ببینید باید درس‌های پایتون رو دیده باشید و به روی اونها تسلط داشته باشید. توی پایتون ما از کتابخانه نامپای برای انجام عملیات ریاضی استفاده می‌کنیم. خب اما یک تفاوتی میان نامپای و تنسور وجود داره که اینجا بهش میپردازیم. ما تنسورها، من اولین چیزی که باید بهتون بگم، تنسورها می توانند tensors can save gradient in their memories. همونجوری که مستحضر هستید در برنامه‌های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق که حالا انشالله در جلسات بعدی ما مثال‌های عملیش رو اینجا براتون میزنیم و کدنویسی میکنیم، در اونها بحث مشتق‌گیری و گرادیان یکی از مباحث بسیار مهم هست. بعد از این که گرادیان در هر مرحله محاسبه شد، این گرادیان نیاز هستش که در یک محل حافظه‌ای بتونه ذخیره بشه که تنسورها یک حافظه‌ای رو برای این کار دارن، برخلاف بردارهایی که در کتابخانه نامپای هستند. از دیگر تفاوت‌هایی که میتوان با کتابخانه نامپای گفت اینه که tensors are supported by GPU but NumPy are not. تنسورها یک سری آرایه های چند بعدی حجیم هستند، یک ماتریس های چند بعدی حجیم هستند. خب طبیعتاً موقعی که ما میخوایم عملیات ریاضی رو روشون انجام بدیم نیازمند به یک سری از محاسبات هستن، محاسباتشون خیلی سنگینه، بنابراین
این کار با CPU امکان پذیر نیست و سرعت این محاسبه در CPU خیلی پایینه. بنابراین تنسورها رو ما به راحتی میتونیم تحویل بدیم به GPU و GPU با انجام پردازش موازی عملیات محاسباتی رو انجام میده در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بعد از اینکه کار محاسباتش تموم شد این دفعه اون خروجی محاسبات رو به CPU تحویل میده. پس از دیگر تفاوتاش اینه که تنسورها توسط GPU پشتیبانی میشن اما کتابخانه نامپای بدین صورت نیست. و کتابخانه نامپای قبلا استفاده می شده برای یک سری از الگوریتم های داده‌کاوی مانند کامینز و غیره. چرا؟ چون حجم محاسباتی زیاد نبوده و محاسبات روی CPU امکان پذیر بوده. این تفاوت هایی هستش که بین کتابخانه نامپای و تنسور هستش که انشالله در آینده که کارهای عملیمون رو ما شروع خواهیم کرد قشنگ مفهوم تنسور رو باش آشنا میشید. خب این برای یک توضیح مقدماتی فکر میکنم که کافی بود. حالا کارمون رو شروع میکنیم با پایتورچ. اولین کاری که برای کار با کتابخانه پایتورچ ما باید انجام بدیم اینه که برای سیستممون، حالا اگر که از سیستم عامل ویندوز استفاده میکنید، یک نسخه بروز آناکوندا رو اینستال بکنید. بعد از توی آناکوندا جوپیتر نوتبوک رو باز کنید و کار رو در اونجا شروع کنید. برای اینستال پایتورچ هم از سایت pytorch.org اینجا این پایین OS تون رو انتخاب میکنید. بعد میگین از دستور پیپ میخوام استفاده کنم برای اینستال، اون برای پایتون میخوام استفاده بکنم و اون نسخه کودایی که میخواین استفاده بکنیم برای جی پی یو که حالا اینجا 11 و 17 من استفاده کردم انتخاب میکنید. در آخر کار اینجا میاد و براتون یه دستوری رو تولید میکنه. این رو کپی میکنید توی آناکوندا پرامپت. این دستوری که اینجا کپی بکنید و اینتر بزنید، این شروع میکنه به اینستال کردن پایتورچ که حجمش هم یکم بالاست و پیشنهاد میکنم که اینترنت پرسرعت خوب برای این کار رو داشته باشید. خب برای شروع کار با پایتورچ، اولین قدمی که ما باید انجام بدیم این است که پایتورچ رو ایمپورت کنیم. ایمپورت تورچ.
بعد از اون دکمه شیفت و اینتر رو من با هم میزنم. این موقعی که علامت ستاره اینجا هستش یعنی در حال پردازش هست. موقعی که این ستاره تبدیل شد به یک عدد یعنی که کار پردازش تموم شد. خب بعد دومین گام اینه که من میخوام ببینم که از چه نسخه ای از تورچ من دارم استفاده میکنم، چه نسخه ای از تورچ روی سیستم من اینستال هستش. اینجا می نویسم print torch dot underline. اگر دکمه تب رو بزنم همینجوری که میبینید یه پنجره رو برای من باز میکنه. گزینه آخر underline ورژن هست. شیفت و اینتر رو که بزنم میگه که پایتورچی که شما داری استفاده میکنی نسخه 2.0.1 هست. کودایی هم که داری استفاده میکنی برای جی پی یو نسخه 11.7 هستش. این تا اینجای کار ما کتابخانه پایتورچ رو توی برنامه‌مون ایمپورت کردیم. خب اولین کار برفرض من یک متغیر رو تعریف میکنم. حالا من اینجا بزنم حالت مارکداون define the variable. اوکی. خب اینجا اسم اون متغیری که میخوام بهش مقدار دهی کنم رو می نویسم اسکالار مساوی با. خب میگم که میخوام یه دونه تورچ از نوع تنسور تعریف کنم و توش یک عددی میدم 7. این شیفت و اینتر رو میزنم. میگم که این اسکالاری که من تعریف کردم رو برای من بیارش توی اوتپوت ببینم چیه. خب در اینجا میگی که تو یک تنسور داری که مقدارش 7 هستش. خب حالا من میخوام بگم آقا ابعاد این تنسور من چنده، چند در چنده، چند بعدیه. میزنم اسکا. ببینید اسکا رو که میزنم بعد دکمه تب رو که بزنم این میاد بر اساس متغیرهایی که تعریف کردیم از توی حافظه این رو برای ما اینجا میاره. دات با دستور اندایم تعداد دایمنشن، تعداد بعد. شیفت و اینتر میزنه 0 بعدیه. حالا در دستور بعدی بهتون خواهم گفت که تعداد بعدها چجوری هستش. پس اینجا من یک عددی رو تعریف کردم از جنس تنسور و اینجا توی اوتپوت برام آورد. تعداد بعدهاش رو هم از اینجا حساب کردم. خب توی اندایم دیدیم که تعداد بعدش هست برابر با 0. حالا اگر من بخوام که به مقدار این عدد دسترسی داشته باشم از گزینه آیتم استفاده می کنم. آیتم چون یک جنریتور هست باید بعدش یک پرانتز باز و بسته بیاریم. شیفت و اینتر رو که بزنم این دفعه مقدار حقیقی اسکالر رو توی اوتپوت برای من آورد. دیگه مثل اینجا تنسور رو برای من نیاورد. حالا اگر من بگم اسکالار دات تا اینکه اینجوری بگم تایپ
اسکالار چیست؟ این به من میگه torch.tensor. این از کاری هستش که برای یه دونه عدد من انجام دادم. خب حالا شما فرض بگیرید که اطلاعات، من مارکداون کنم، اطلاعات یک خانه بدین صورت است: number of bathroom, number of rooms, number of parkings. خب برفرض یک داده اکسلی رو ما داریم که توش 1000 تا داده هستش که در ستون اول تعداد حمومای خونه، در ستون دوم تعداد اتاقا و در ستون سوم تعداد پارکینگ ها رو قراره به ما نمایش بده. خب برای این کار الان در حال حاضر فعلا من میخوام اون رو در یک آرایه تک‌بعدی ذخیره کنم. اسم اون رو میذارم وکتور مساوی با torch.tensor. این دفعه به جای اینکه یک عدد تنها من بهش بدم، یک لیستی از اعداد رو بهش میدم. تعداد حمام مثلا 2، تعداد اتاق 3 و تعداد پارکینگ 2. این رو شیفت و انتر رو که من بزنم، الان اگر من وکتور رو تعداد بعدش رو بگیرم به من میگه تک‌بعدیه. حالا برای فهم بهتر مسئله، اینجا تعداد براکت هایی که ما داشتیم هیچ براکت اینجا ما نداشتیم، پس تعداد بعدش 0. اینجا تعداد براکت ما چنده؟ 1، پس بعد ما هم تک‌بعدی هستش. حالا اگر که من بگم vector dot shape، این میگی که بعد اندازه این وکتور تو 3 هستش، یعنی اینجوری در حقیقت هست 1/3، یعنی این شیپ من به این حالت هست. بدین صورت این شیپ رو برای من به نمایش میذارم. خب حالا اگر بخوایم که یک نگاهی بندازیم به ماتریس ها، look at in matrices. خب همونجور که مستحضر هستید ماتریس ها دو بعدی هستن. خب حالا میخوام این رو ایجادش کنم. چجوری ایجادش کنم؟ مینویسم ماتریکس مساوی با torch.tensor. اینجا که تک‌بعدی بود ما اینجا که ما تک‌بعدی بود ما یکی براکت داشتیم. اینجا که دو بعدی هست ما 2 تا براکت میذاریم. خب حالا برای سطر اول اعدادش رو من اینجوری تایپ میکنم: 1 و 2 و 3. و برای سطر دوم باز یکی دیگه براکت میذارم، مثلا 4 و 5 و 6. پس
تعداد براکت هایی که در اینجا هست 2 تا هست. پس این ماتریس ما 2 بعدیه. اگر من تایپ کنم ماتریکس دات اندایم، تعداد بعد ماتریس من رو 2 برمیگردونه. اگر که من مانند بالا تایپ کنم ماتریکس دات شیپ، می‌نویسه ماتریس شما 2 در 3 هست، یعنی 2 تا سطر با 3 تا ستون داره. این هم شد تعریفی از ماتریس ها. حالا اگر که ما خواسته باشیم بر فرض یه ماتریس 3 بعدی رو تعریف بکنیم، بر فرض ماتریکس 1 مساوی با همون تورچ دات تنسور، این دفعه باید 3 تا براکت بذاریم، 1 و 2 و 3، 2 و 3 و 4. این اگر که من شیفت و اینتر رو بگیرم و بعد بگم ماتریکس 1 دات تعداد بعد رو به من بده، این دفعه 3 تا میده. ببینید ما هم اینجا 3 تا براکت داریم. اگر که اینجا باز من بنویسم ماتریکس 1 دات شیپ، میبینیم که میگه که شما تعداد یک ماتریس با اندازه 2 در 3 داری. توی این لیست من این ماتریس رو دارم، این یکی ماتریس رو دارم که اندازش 2 تا سطر در 3 تا ستون. خب اینجا گفتیم که اگر من بخوام به یک مقدار اون اسکالرم دسترسی داشته باشم باید تایپ کنم scalar.item. اینجا چجوری هست؟ خب با هم یک بررسی بکنیم. فعلا از این تک‌بعدیه من شروع میکنم. میگم که خب اگر من بخوام مثل قبل بگم vector dot item، قطعا فکر میکنم با یک اروری مواجه بشم. این میگه که یک تنسور با 3 عنصر نمیتونه به اسکالر کانورت بشه. خب پس من چیکار کنم؟ حالا میگم که این وکتوری که من دارم تک‌بعدیه. میگم این وکتور من بعد صفرمشو برای من بیار. ببینید الان در اینجا بعد سوم بعد این صفرم، اگر که من باز بگم 1 قطعا با خطا هست. اگر من بگم این عدد اولیشو به من نشون بده، اینجا به من اون 2 رو نشون داد، این 2 رو نشون داد. اگر بگم عدد دومیشو به من نشون بده، اندیسش میشه 1، 3 رو به من نشون داد. اگر بگم عدد سومی، باز 2 رو به من نشون میده. حالا باز مثل این قبل این اومده گفته تنسور 2. آقا من این تنسور رو میخوام حذفش کنم، من اون عدده رو میخوام، میزنم آیتم، این مقدار 2 رو به من ده. خب
حالا اگر توی این دو بعدیه، خب این که تک بعدی بود با یه دونه اندیس کارمون پیش میره. حالا برای این دو بعدیه ببینیم چه اتفاقی میفته. توی این دو بعدیه ماتریکس، توی این ماتریس ما یک عنصر داریم. پس برای تمامی درایه‌هاش ما میزنیم ماتریکس صفر. اگر من بزنم ماتریکس صفر، الان کل این ماتریس رو برام برمیگردونه. اینجا این 1 2 3. اگر چون که عنصر اولش اینه، اگر که من این رو بزنم یک، این سطر دوم رو برای من برمیگردونه. خب حالا اگر که من بخوام به این دو دسترسی داشته باشم، میگم که این سطر اول عنصر دوم کندیسش میشه یک. ببینید این دو رو واسه من برگردون. اگر باز آخرش آیتم رو من اضافه بکنم، تنسور رو حذف میکنه. به همین ترتیب اگر من اینجا به جای صفر تایپ کنم یک، میاد به عناصر سطر دوم دسترسی پیدا میکنه. در اینجا باید 5 رو به من بده، این عنصر رو به من میده. خب پس به تعداد براکت هایی که ما اینجا داریم، اینجا هم باید اندیس بذاریم. همچنین توی این سه بعدیه ببینید، من اگه بگم ماتریکس، خب صفر، ببینیم چی رو برمیگردونه. ببخشید باید بزنم ماتریکس یک، چون اسمش ماتریکس یک بود. اگه بزنم صفر، بهم میگه که آقا این ماتریکس یک عنصر صفرمش این توشه، این عنصر توشه. حالا اگر تو میخوای که به این دسترسی داشته باشی، به این سطر اولیش دسترسی داشته باشی، باید باز بزنی صفر، عنصر اولی. ببینید الان این سطر اول رو برای من میاره. حالا اگر بخوای به عدد دو دسترسی داشته باشی، باید اندیسش رو بذاری صفر یک، اینجا میده دو. و همچنین دات آیتم رو اگر من اضافه بکنم، مقدار دو رو برای من برگردون. که اینها در آینده شما خواهید دید که در بحث های ماشین لرنینگ چقدر ازش استفاده میشه. خب توی تست هایی که ما برای بحث ماشین لرنینگ یادگیری عمیق انجام میدیم، با داده های تصادفی زیاد کار میکنیم. خب اگر اجازه بدید یه داده تصادفی رو ما بررسی بکنیم و ببینیم که به چه صورت هست. از توی همون داکیومنتیشن پایتورچ باز میکنیم و بهتون این رو ما میگیم که چجوری هست. خب توی پایتورچ انواع و اقسام توابع هستند، کلاس ها هستند برای تولید اعداد تصادفی مختلف از جنس اینتیجر، از جنس فلوت. حالا یک بحثی که خیلی هم مهمه اینجا، حالا من تو کد نویسی برای شما میارم، این رو در نظر بگیرید. بر فرض من میگم تنسور رندوم A. بر فرض من میخوام که اینجا یک آرایه تصادفی ایجاد بکنم از اعداد تصادفی.
میزنم torch dot rand int از جنس اینتیجر به من بده. اگر شیفت و تب رو بزنم هلپشو برام باز میکنه. خب اینجا میگه حد آستانه پایین تو بده، من میدم 0. حد آستانه بالا تو بده، مثلا 5. اعدادم میخوام بین 0 و 5 باشن و همچنین سایزش میدم 1 و 5. میخوام ابعاد این بردار من 1/5 باشه، شامل 1 سطر و 5 ستون. حالا اگر که من این رو اجرا بکنم، خب از اینجا یک اروری رو داشتیم ما. اینجا این سایز رو باید مساوی میده. خب اگر که من اینجا این رو پرینت کنم، عددی که به من داده عدد تصادفی بین 0 تا 5 هست و ترتیبش هم اینه 0 1 3 4 2. همونطور که میبینید من اگه بزنم torch dot min این به میده 0. حالا اگر که همون بحث آیتم هم بهش اضافه بکنیم که اون مقدار واقعی عدد رو به من میده. اگر هم بگم torch dot maximum tensor dot random و آیتم رو به من بده 4 رو میده. پس اعداد من از 0 هستن تا 4. پس اینجا که من تعریف کردم 0 تا 5 این ترتیب اعمال شده. حالا الان که من این تنسور رو تولید کردم این ترتیب از اعداد رو به من داد. اگر که این رو من دوباره اجرا بکنم این ترتیب رو شما بیاد داشته باشید 0 1 3 4 2. حالا من این رو حالت کامنت اینجا می نویسم که بعد با هم یک مقایسه داشته باشیم. خب اگر که این دستور تولید عدد تصادفی رو من از اول اجرا بکنم و دوباره بگم این چند شد، این دفعه به من میده 4 3 3 2 0. اگر باز من این رو اجرا بگیرم باز یک چیزی متفاوت از سری قبلی به ما میده. خب حالا شما در نظر بگیرید اومدین برای یک تسک ماشین لرنینگ که میخواین تست بگیرین ارزیابی بکنین، اومدین یک سری داده تصادفی تولید کردید. خب این داده تصادفی رو اعمال میکنید، اون شبکه عصبیتون رو بر اساس این داده ترین میکنید، تغییرات اعمال میکنید. خب حالا بخوام سری دوم این کار رو انجام بدم و ارزیابیم رو با ارزیابی قبلی مقایسه بکنم، اگر که این دوتا داده با هم متفاوت باشن که اصلا این دقت من کلن میره زیر سوال. چی کار بکنیم که این اعداد تصادفی تولید شده در هر سری از یک الگو پیروی بکنن؟ برفرض اگر که در سری اول این سری از اعداد تولید شد، هر دفعه که من این کار رو انجام میدم میخوام این کار انجام بشه، میخوام داده هایی که تولید میشه همین باشه. برای این کار از دستور
تورچ سید استفاده میکنیم ما. خب اینجا تورچ داد منوال سید میگم که اینجا یک عددی رو باید بهش بدم به عنوان پترن که عدد 42 عرف هستش. منم اینجا بهش 42 میدم. میگم تورچ منوال سید 42. این رو اجرا میکنم، بعد این رو اجرا میکنم، بعد این رو اجرا میکنم. خب پس داده های من این ترتیب رو گرفتن. این داده ها رو من اینجا کپی میکنم. حالا باز اگر من این رو اجرا بکنم و این رو اجرا بکنم و این رو دوباره اجرا بکنم، باز میبینید همون داده های قبلی ایجاد شد. باز اگر من این رو اجرا بکنم و همون روال قبل، باز میبینید که همین حالت پیش رفت. حالا اگه این عدد رو عوض کنیم، مثلا بذارم 12. خب این توالی رو تولید کرد بر اساس یک پترنی که خودش داره. خب من باز اجرا بگیرم، میبینم که همون توالی شد. باز میبینم همون توالی شد. پس این کار در تولید اعداد تصادفی برای تست اون مدل شبکه عصبی توی بحث ماشین لرنینگ و یادگیری عمیق خیلی استفاده میشه. خب حالا ما با اعداد تصادفی اینجا یکم آشنا بشیم، ببینیم چجوری هستش. بر فرض من میگم رندوم تنسور مساوی با تورچ دات رند. ببینیم شیفت و تب. خب ما فقط با اون سایز اولیش فعلا کار داریم. سایز رو بهش میدم 2 و 4. دقت کنید که سایز باید درون یک تاپل قرار بگیره. اگر که سایز رو من اینجوری بهش بدم، قطعاً به من یک اروری رو برمیگردونه. حتما سایز باید درون یک تاپل باشه. الان اگر که اینجا تایپ بکنم این رندوم تنسور رو به من برگردونه و همچنین جنس المان‌های اون رندوم تنسور که با دات دی تایپ ما اون رو نشون میدیم. اگر شیفت اینتر رو بزنم، این یک تنسور 2×4 هستش که برای ما تولید کرده. اینجا توی دی تایپ میگه که جنسش از جنس فلوت 32 هست. دقت کنید توی اینجا که من عدد تصادفی ایجاد کردم، از دستور رند اینت استفاده کردم که اعداد اینتیجر برای من تولید میکرد، اما اینجا از دستور رند استفاده کردم که اعدادش از جنس اعشاری بودن. خب اگر که برفرض مثلا من یک داده ای رو عین تصویر تولید بکنم، رندوم ایمیج تنسور مثلا که هم سایز با ایمیج باشه، من میگم که میخوام سایزش اینجوری باشه. سایزش تصویر من RGB باشه، یعنی 3 کاناله باشه که این رو میارم آخر، اندازش به این صورت باشه.
یعنی طول و عرضش 224، تعداد کانالش 3. خب اینجا باید مساوی قرار میدادیم torch.rand. این تصویر الان ایجاد شد. خب الان اگر این تصویر ایجاد شده رو من شیپش رو بگیرم و همچنین تعداد بعدش هم رو بگیرم، اینجا به من نمایش میده، میگه اندازه تصویر تو که همون شیپش باشه میشه 224 سه کاناله RGB، تعداد بعدش هم 3 هست. چرا؟ چون که اینجا ما 3 تا کانال داریم. هر کانالی باید در یک ماتریس جداگانه ذخیره بشه. اگر من این رو بگیرم، اینجا رو شما ببینید اینجا اولین ماتریس، دومین ماتریس و سومین ماتریس. ماتریس اول آره، ماتریس دوم جیه و ماتریس سوم بیه. این اطلاعات تصویر. پس تعداد بعد تصویر من هستش 3. خب از دیگر چیزایی که اینجا ما میتونیم بهش اشاره بکنیم دستورات زروز و وانز هستش. خب اگر که من تایپ کنم زروز مساوی با torch دات زروز، توی شیفت و تب میگه یه سایز بهش بده، میگم 3 و 5. میاد یک ماتریس با اندازه 3/5 که همه عناصرش 0 هستن رو به من نمایش میده. اگر به همچنین من بگم وانز مساوی با torch دات وانز سایز مساوی با 3 و 5 و همینجا بگم وانز رو به من نشون بده، یک ماتریس 3/5 که تمام عناصرش 1 هستن رو برای من برمیگرده. حالا اگر که من اینجا بگم zeros دات دی تایپ رو به من نشون بده، میبینیم که از جنس فلوت 32 هست. همچنین اگر بگم ones دات دی تایپ چیست، اینجا هم از جنس همون فلوت 32 هستش. حالا در اینجا اگر ما خواسته باشیم که یک تنسور رو در یک محدوده خاصی از اعداد تولید بکنیم به چه صورت هستش، اینجا با هم بررسی میکنیم. برای این کار از دستور من اینجا می‌نویسم torch.arrange استفاده میکنیم. خب ببینیم به چه صورت هستش. اگر که من بگم آ مساوی با torch دات آ رو میزنم، تب رو میزنم، آر اولیش اومد آرنج. خب اگر شیفت و تب رو بزنم هلپش رو برام میاره، میگه که این نقطه شروع تو از چنده، استارت تو از چند میگیری. من میزنم استارتم از 0، اندم از 1، اندم تا 10 و اون گامی که میخوام جلو برم 1 واحد است. خب اگر من در اینجا آ رو بزنم میبینم که اعداد از 0 تا 9 با گام 1 تولید کرد. اگر من گام رو ببرم بالاتر
و اجرا بگیرم میبینم که تعداد کمتر شد 0 3 6 9 اعداد از 0 تا 10 با گام 3. از این دستور هم در اون مثال کاربردی که قراره با اون کار بشه استفاده کنیم. خب کاری که باید انجام بدیم در اول جلسه از یکی از خاصیت تنسور که ما گفتیم این بود که گفتیم تنسورها این قابلیت رو دارن که گرادیان رو توی خودشون ذخیره کنن. حالا باید این رو برای اونها این قابلیت رو فعال کنیم. این به چه صورت هستش؟ برفرض اگر که من همین آ رو تولید کرده باشم، خب حالا اصلا مثلا یک تنسوری رو من تولید میکنم 0 to 10 مساوی با torch دات آرنج از 0 تا 10 و با استپ 1 اگر من بگم که 0 تو 10 رو برای من نمایش بده، برای من اینجوری نمایش میده. اینجا اگر که من یکی دیگه تنسور رو تعریف بکنم مساوی با torch دات تنسوره، چون که اینجا من میخوام از جنس فلوت باشه، اعدادی که توی این آرگومان میذارم بدین صورت میذارم 3.0 که از جنس اعشاری این رو تشخیص بده. این اعداد رو دارم و همچنین میگم دی تایپش رو مساوی فعلا قرار بده با نان و دیوایس هم رو فعلا بذار نان. ببینید اگر که توی این هلپ تورچ دات تنسور بیاین اینا رو داره. حالا یکی از موردهایی که هست همون بحث گرادیان هست که ما میگیم که آیا گرادیان نیاز داریم یا خیر، که در اینجا من این رو فعلا برابر با فالس قرار میدم. حالا اگر که این رو من اجرا بگیرم بگم که این تنسوری که ساختم به من شیپشو بده و همچنین دی تایپشو به من بده و همچنین اون دیوایسی که من دارم روش کار میکنم و به من بده، به من میده این تنسور شما اندازش 1/3 هست، جنس از نوع فلوت 32 هست. اون دستگاهی هم که شما داری روش کار میکنی سی پی یو هستش. حالا اگر که این رو از این من یک کپی میگیرم اینجا، این رو من بذارم 16 اسمشو، دی تایپشو همینجا من تغییر میدم با torch دات تب میزنم فلوت 16 و اگر اجرا بکنم عین همون برنامه رو من داشته باشم برای شیپ و برای دی تایپ و برای دیوایس
اینجا خواهیم دید که این دفعه این دی تایپ ما تغییر کرد، از فلوت 32 رسید به فلوت 16. انشالله در اون کاربرد هایی که بعداً از اینها خواهید دید متوجه میشید که منظور ما از دیوایس چیه. دیوایس رو اگه من بخوام تعریف بکنم به این صورت میگیم که دیوایس رو قرار بده با کودا همون جی پی یو ما هستش. اگر torch.CUDA is available، در غیر این صورت اون رو برابر با سی پی یو قرار بده. الان اگر من دیوایس رو بگیرم اینجا به من کودا میده. چرا؟ چون که جی پی یو روی سیستم من فعال است. الان اگر که من اینجا این دیوایس رو قرار بدم برابر با دیوایس، یعنی این دیوایسی که اینجا تعریف کردم و ازش یک اجرا بگیرم، میبینید که تایپ من عوض شد و برابر با کودا کمون جی پی یو هست قرار گرفت. خب تا اینجای کار یک اشاره‌ای کردیم به تنسورها و فعالیت‌هایی که میتوانیم روی تنسورها انجام بدیم. بحث بعدی ما که اینجا قراره توضیح بدیم هست getting information from tensors، یعنی گرفتن اطلاعات از تنسورها. خب من اینجا یه تنسوری به اسم سام تنسور تعریف میکنم، میگم مساوی باشه با torch.rand مثلا 3 و 4. خب اگر من سام تنسور رو پرینت کنم یک تنسوری رو به من میده و بهتره که اینجا من حالا چون که میخوام یکم در مورد پرینت هم صحبت کنم، اینجا می نویسم پرینت کن سام تنسور رو که این رو به من میده. حالا اگر که من خواسته باشم این پرینت هامو به صورت یک فرمت خاصی بیارم، بدین صورت باید بنویسم. مثلا پرینت کن قبلش F بعد استرینگ. خب چی؟ مثلا میخوام تایپ کنم shape of tensor، اینجا آکولاد باز و بسته، همینجا میتونم بنویسم some tensor.shape. به همین صورت اگر که من بنویسم the type of tensor و اینجا میتونم بنویسم the type، و به این صورت اگر من بنویسم device میتونم که اینجا اون دیوایس هم رو تعریف کنم. اگر من پرینت بگیرم شما میبینید که اینجا این پرینت رو به صورت یک فرمت خاصی برای من آورد که اولین خط هست مطابق با این پرینت، یعنی شیپ تنسور من هست 3/4، دی تایپ هم هست فلوت 32 و اون دستگاهی که الان من روش هستم کودا هست. چرا؟ چون اینجا من دیوایس رو کودا تعریف کردم. این هم مقدمه‌ای بر تعریف پرینت در
پایتون که اگر بخوایم پرینت هامون رو به صورت منظم و فرمت شده ارائه بدیم اینجوری این کار رو انجام میدیم. خب حالا یه سری عملگرهای پایه جمع و تفریق رو اگر ما بخوایم انجام بدیم ببینیم که به چه صورت هستش. برفرض من یه تنسوری رو تعریف میکنم، تنسور مساوی با torch دات تنسور، یه لیستی از اعداد رو بهش میدم، 1 و 2 و 3. خب اگر که اینجا من بنویسم تنسور به اضافه 10، اینجا خواهید دید که میاد عدد 10 رو با تک تک عنصرهای این تنسور جمع میکنه به اینجا میاره. اما اگه من اینجا بگم تنسور چیه، همون عدد اولی رو برام میاره. به همین ترتیب برای عملهای ضرب و جمع نیز همین جوریه. اگر من اینجا بزنم ضرب در 2، میاد این اعداد رو ضرب در 2 میکنه. باز اگر من تنسور رو اجرا بگیرم همون 1 2 3. همچنین تقسیم، اما اگه تنسور رو بگیرم همینجوری تنسور رو. خب حالا این عملها رو با استفاده از دستور تورچ ما میخوایم انجام بدیم. خب اگه من بگم torch dot mul به معنای multiple، خب تنسور و دوم به اصطلاح این چیکار کرد؟ این اومد عدد 2 رو در این ماتریس این آرای ما ضرب کرد و باز هم میبینیم اعداد اصلیمون دست نخورده باقی مونده. حالا اینجا ما میتونیم به صورت همون پرینت فرمت شده بنویسیم پرینت کن تنسور، پرینت کن تنسور ضرب در تنسور بعد پرینت کن equals تنسور ضرب در تنسور. اگر که این رو من اجرا بگیرم اینجا خواهید دید که میگه اگر که من تنسور 1 2 3 رو در تنسور 1 2 3 ضرب بکنم مجموعش میشه این. خب حالا اگه بخوام به صورت این رو به صورت فرمت شده بنویسیم این حالت میشه. خب میگیم تنسور ضرب در تنسور equals تنسور ضرب در تنسور. می‌بینیم که به حالت اگر که از حالت فرمت شده استفاده بکنیم به این صورت برای ما حاصل ضرب رو میاره. خب
اگر که من اینجا تنسور دات شیپ رو بگیرم، شیپ رو به من میده 3 1 2 3. خب همونطور که در جبر خطی ما داشتیم، توی بحث ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ هم زیاد باش کار خواهیم داشت. من این رو به فارسی بنویسم، ضرب ماتریسی هستش. خب این ضرب ماتریسی چجوری انجام میشد؟ من اگر اینجا یه پنتی رو باز بکنم و بگم، اینجوری بود که اگر این ماتریس رو داشتیم بر فرض 2 در 3، اگر میخواستیم که در یک ماتریس دیگری ضرب بکنیم، حتما تعداد سطرهای دومی میبایست برابر با تعداد ستونهای ماتریس اولی باشه. 3 ضرب در هر عددی 4، که اگر ما این ضرب رو انجام میدادیم، حاصل این ضرب یک ماتریس بود با اندازه 2 در 4. خب حالا اینجا ببینیم به چه صورت است. الان بنده یک تنسوری دارم که اندازش هست 1 در 3. اگر من بگم torch dot mat مول، یعنی همون ضرب ماتریس، خب بگم این دو تا تنسور رو با هم ضرب کن ببینیم چه اتفاقی میفته. این به ما 14 رو میده. خب کاری که این اومد انجام داد، این میاد حالت ترانسپوز رو انجام میده روی تنسور دومی، که اگر 1 در 3 داشته باشیم و اون طرف هم بشه 3 در 1، حاصل ما میشه 1 در 1، که اینجا هم 1 در 1 داریم. اینجا هم همین کار رو برای ما انجام داد. خب که اگر این رو من اینجوری هم بنویسم، باید اون رو برای من برگردونه. پس علامت ادساین هم توی پایتون برابر با همون ضرب ماتریسی هستش. که حالا اگر من بخوام این رو با حلقه مثلا فور انجام بدم، به این صورت باید انجام بدم. مثلا یک مقداری رو به نام ولیو میگیرم 0، میگم که for I این رنج طول اون تنسور من، طول تنسور من، کاری که میکنی شما مقدار ولیو رو به اضافه تنسور آی کن، یعنی آی ضرب در تنسور آی، و در پایان اون مقدار ولیو رو برای من چاپ بکن. پس کل این دستور و کل این دستور پشتش این کار داره انجام میشه. این هم از مطلب ضرب ماتریسی. خب حالا اگر که ما بخوایم که یک نمونه دیگه ای رو حل بکنیم، بر فرض من یک تنسوری رو تعریف میکنم به نام تنسور آ
میگم مساوی باشه با تورچ دات تنسور از دو بعدی باشه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و نهایتا میگم که دی تایپش از نوع تورچ دات فلوت 32 باشه و این رو اجرا میگیرم. خب اگر که من این تورچ تنسور بی هم تعریف بکنم، بر فرض 7 و 10 و 8 و 11 به همچنین 9 و 12 این رو هم اجرا بگیرم، من تنسور بی. حالا اگر من بگم که تورچ دات مت مال تنسور آ و تنسور بی، قطعا من با یک خطای مواجه خواهم شد. چرا؟ چون که سایز ماتریس اول و ماتریس دوم با هم همخونی نداره. من اگر بگم تنسور آ دات شیپ و تنسور بی دات شیپ و اینا رو پرینت بکنم، ببینید هر دو 3 در 2 هستن که در اینجا با هم همخونی ندارم. اگر من بنویسم پرینت کن تنسور بی دات تی، خب الان چه اتفاقی میفته؟ اگر من بگیرم شیپ میزنه 2 در 3. خب پس الان اگر من بزنم تورچ دات متمول تنسور آ و تنسور بی دات تی، این دفعه میبینیم که به درستی کار میکنه، یک ماتریس 3 در 3 رو میده. چرا؟ چون ترانسپوز ماتریس بی میشه 2 در 3. بعد اگر یک ماتریس 3 در 2 در یک ماتریس 2 در 3 ضرب بشه، میشه حاصلش 3 در 3. خب حالا طبق چیزهایی که اینجا گفتیم، جلسه امروز ما، جلسه اول ما تموم شد. با مقدمه ای از تنسورها آشنا شدیم، با مسائلی که در جبر خطی بودن، ضرب ماتریسی که پایه کار ماشین لرنینگ هست آشنا شدیم. انشالله که در جلسات بعدی به طراحی مدل های شبکه عصبی خواهیم پرداخت. یک سری داده های تصادفی رو ایجاد خواهیم کرد، یک سری دیتا ست هایی رو که به صورت آماده در سایت های مختلف هستش استفاده خواهیم کرد و اون مدل شبکه عصبیمون رو بر روی اون داده ها آموزش خواهیم داد و امیدوارم که از این جلسات بتونید بهره کامل رو
ببرید.